سری شروع میکنی از اینجا از اونجا کنار هم می‌ذاری و دیگه توی یوتیوب همین کار میکنم. خب این سفر یه سفره که واقعا کاری نیستش، برای استراحت. یه سری از دوستان از ایران دارم میام، منم که از استانبول داریم میریم سمت جنوب غربی ترکیه، ازمیر آلاچاتی. الان فرودگاه ازمیره و اونا هم از ایران دارن میان. الان 1 ساعت طولان هم، من 2 ساعت دیگه باید اینجا توی فرودگاه منتظر باشم تا اینا بیان برسم به من دیگه. بعدش سفرمون شروع میشه. امیدوارم که این ولاگو که میگیرم ته داشته باشه دیگه، جوری نباشه که ولش کنم. ولی اصلا دیگه نمیخوام تولید محتوای اینستاگرام داشته باشم اصلا، چون مثلا حوصله ندارم حقیقتا. میخوام استراحت کنم. فرودگاه عدنان مندرس ازمیره. از اینجا تا هتل ما 1 ساعت و نیم راهه دیگه. همین دیگه. اینجا باید بریم چمدون رو بگیرم. من نمیدونم چمدون رو بگیرم اینجا چیکار کنم. مثلا اینجا رو تا حالا فکر کنم یه بار 5 سال پیش کوشاداسی میخواستم برم. حالا هیچی هم این سری نمیبردم، نه میکروفون نه پایه هیچی. آره 5 سال پیش کوشاداسی ما پرواز مستقیم اومدیم ازمیر دیگه. فری شاپ هم نداره چون خارجی نیست پروازم. فری شاپ اون قسمت نداره. آقا نشسته بودم اینجا نشسته بودم دقیقا. یهو یکی اومد بغلم نشست، بعد منتظر چمدون. بعد دیدم که یه بچه سال اینا پرید، گفت مثلا میشه یه سلفی بگیریم. منم که عشق سلبریتی، عشق سلفی گرفتم. یهو برگشتم بهش گفتم چی شد؟ تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم. من که همه سلبریتی های ترکو میشناسم دیگه، هر چی بازیگره، اینقدر سریال دیدم. بعد گفتش که فوتبالیستم. نمیشناسم. سفری که با سلبریتی آغاز بشه سفری است از سفرهای بهشتی. الان ساعت 11:30، ساعت 10 را افتادن. 1 ساعت و نیم. فکر میکنم 1 ساعت دیگه برسن. 12. بدبختی اینه که اینجا هیچ، همینو میزنی میری بیرون دیگه، یعنی هیچ چیزی نداره. یعنی من هیچ دیگه باید بشینم همینجا دیگه، چیکار کنیم؟ خب من اون قسمتی که نشسته بودم منتظر، اون قسمت برای پروازهای داخلی بود. و تصمیم گرفتم برای پروازهایی که از خارج از کشور میان استاپ میکنن و مسافرها از خروجیشون میخوان خارج شن بیام این سمت، چون بچه‌ها از این ور میان. خیلی اتفاق مهمی بود، باید بهتون میگفتم. اوکی بای. ما با بچه‌هایی که قرار نیست بهتون نشون بدم، هیچ وقت بهتون نشون نمیدم، رسیدیم اینجا. این هتله. خواستم بهتون بگم که حالم خوبه. اوکی بای. در شب براتون همینقدر ویدیو بگیرم که ما الان اینجاییم، به هتل رسیدیم. اتاق تحویل گرفتیم. این از اتاق همومش کن. ما اینجا همومشه. جوری اینم منم. بسته زیاد نشونتون ندم. ما اومدیم اینجا یکم نوشیدنی خوردیم،
اینم از اتاق که اینجوری هلویو دارم و کلا یه هتل سرساکت آروم دیگه. همین دیگه گفتم که برای ولاگ میخوام بگیرم اینجا رو. اینجوری دوستان عزیز، همکنون پک من رفت ولی خب دیگه فعلا اومدیم که دیگه روز خود رو آغاز کنیم. این فضای هتل همونطوری که می‌بینید این شکلی. منم ببینید که چقدر براتون زیبا کردم. همکنون روز شده و من میخوام این اطراف رو بهتون نشون بدم. خب شب‌های آلاچاتی. صبح روز دوم سفر هستیم. هوا اینقدر خوب و مطلوبه. کجاست؟ که اصلا عاشقشم. جای روز خلوت خوبه. آقا روز دوم سفره و ما امروز بیچ نرفتیم. تصمیم گرفتیم که تو هتل بوی گلوگیری ها میاد تو هتل چیل کنیم و الان 4:30 بعد از ظهره و هوا بسیار داغ و آفتابی قراره که یه رستوران دریایی بریم که هیچ هم من دوست ندارم، اشکا ولی بریم دیگه. بعد اینم استایل منه که بسیار خاص چیدمان شده. خیلی چون من انسانای خاص هستم از این داستانا دیگه. همین دیگه تصویر جلو خیلی داغه. یعنی تو هتل اصلا این داغی به چشم نمیاد چون دور تا دور استخر درخته و باد میاد و کلا خنکه. چیدمان هتل طوری ساخته شده که خنک، ولی الان دارم ذوب میشم. اوکی بای. اینجا براتون بگیرم که آلاچاتی به این خیابون معروفه دیدم. باور نکردنی اینجا گرونه، همه چیزش گرونه. چون حالا مثلا یه رستورانی که مشروب داره و اینا شاید گرون باشه. الان ما نخود پلو خوردیم، چیزی که مثلا تو استانبول نرمالیش مثلا بشه 800-900 لیر، تعداد ما زیاده، اینجا شد 1900 لیر. یه خود عجیبه که همه چیزش گرونه.
همه چیزش گرونه. نمیدونم شهر که کلا همینه، یه خیابون درازه که همین بیچاش گرونه، اینجا گرونه، خیلی عجیبه. گرونی بیداد میکنه اینجا. چرا ناگهانی وارد این مغازه شدیم، خیلی بامزه است. کنم اینا مربا داره، مربا داملاس، معجون، ساکوزلی یعنی چی؟ یعنی آدمسی؟ سوت رچلی. اوه مربای شیری. ببین بعد از 1500 ساعت سوزنه ما رو آورد. شب یک شنبه و فردا شب آخرین شبیه که توی آلاچاتی هستیم دیگه. مورد شبشم بگیرم گفتم براتون، خودمم که میبینید سوختم. و من الان همیشه دلم میخواست زود برم خونه ولی الان دلم نمیخواد زود برم خونه. نمیدونم قشنگ پلی کرده ها. پاهامم داره میشکنه انقدر سر پا وایسادم. فردا برمیگردم استانبول و شب بخیر میگم به همه دستم در کنم. تا اینجاش همه چیز خوب بود. از اینجا به بعد که قرار تنها فردا برگردم یه ذره برگردم. از الان به بعد که قراره تنها برگردم یعنی الان دیگه بدم میاد. Everybody know da na na na. یه جوری شد دیگه برام آقا. خب از جعبش انگاری که زیاد بود ولی این یه ساندویچ مخصوص ازمیره، اسمش کومروه، ساندویچ سوسیسه و خب خوشمزه دیگه. خداحافظ. سفر من مترو خاله ثانیه بهتام رسید و من بالاخره عقب نشستم. سلطنت منم به پایان رسید. شهر آلاچاتی اونقدر به دلم ننشست. کرج خوبه، بی‌ناموس کرج خوبه. مارماریس خیلی خوشگل داره. حالا راننده‌ام اینجوری داره من نگاه میکنه. فکر میکنه خول شدم دارم با خودم حرف میزنم ولی خب دیگه
پوشش گیاهیش خیلی کمه و خوشگل نیست شهر. کرج خوبه بی ناموس. فقط یه تیکه شهر دارم که اون یه تیکه شهر خوشگله، شلوغه فلان، به دلم ننشست. شهر گرون. کرج خوبه بی ناموس. یعنی مثلا تفریح هایی که اینجا هست تو استانبول هم هست دیگه. حالا نمیفهمم چرا ملت تا اینجا میان که اون تفریح ها رو بکنن. میان اینجا که گرون هزینه کنن تفریح کنن، واقعا نمیدونم، چون که همین تفریح ها تو استانبول هم هست و خیلی ارزون تر. نمیدونم چرا اینجا گرون شده انقدر. آمدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است. هنی اینقدر راننده فست و فوسی رانندگی کرد که من واقعا احساس کردم که الان جا میمونم. بعد موقعی که داشتم کارت پرواز میگرفتم دقیقه 90 یه مخم هنگ کرد. دقیقه 90 برگشتن گفتن که دیر کردی، شمه رو نمیگیریم که دیگه گرفتم حالا. ولی عصبی شدم چون اومدم الان 12:30 پروازم هم 1 رو میپره. اومدم جلوی در گیت دیدم که هنوز باز نیست و اینا. من دیدم حرف میزنم تو دوربین نگاه نمی‌کنم. پس میرم CIP. اوکی بای. میگه 150 کیلوه. همون هم صدای خوروپفش، چون من چپکی نمیدونم، همون هم صدای خوروپفش. جلو اینم که صندلیشو خودم که پایین. ولی هر بارم که اون تایم میرسه که میخوام برم خونه خیلی خوشحالم. اینم بگم که من از آلاچاتی دستشویی دارم. از آلاچاتی بالاخره دستشویی. حالا کسی دستشویی بهتون نشون داده؟ آخیش خدا وکیلی نمیدونم چرا من همیشه انقدر خودم رو عذاب میدم. خب دیگه برم چمدون اون بگیرم و چمدونم. من این سری خیلی لباس ها بردم حقیقتا، اصلا نیازی نبود اونقدر لباس بیارم. دیگه شد
فکر میکنم واسه 5 روز سفر 18 کیلو بار آوردم. لباسایی که تا حالا نپوشیدمشون، تا حالا پوشیده نشده. آره خودتو بنداز. اشتباه کردم. من یه وسیله‌ای دارم که تو گردن میندازی و گوشی فیلم میگیره، ولی من نمیدونم چرا اصلا نمیتونم. نه با اصلا بلد نیستم اسمشونو. مونوپاده، مونوکرومه، چیه؟ خدا چه خوشگله بچه. یلو. آره اصلا نمیتونم با این چیزا فیلم برداری کنم. باید با دست خودم به صورت سنتی استوری بگیرم، ویدیو مرض استوری بگیرم و فلان. این شکلی دیگه. این اولین ولاگ سفری منه که قراره تو یوتیوب آپلود بشه. از این بیشتر سفرهای شخصی ما که کاری نیست توی یوتیوب آپلود میکنم. یوتیوب خور آزادترم هست دیگه. منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید دیگه. از این